آریانا سعید در زندان امریکا. آریانا هنرمند خوش صدای کشور و چی دلیل در امریکا زندانی شده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید در امریکا و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما خوبان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که با قلب مهربانش دل میلیون ها افغان را در سرتاسر جهان از آن خود کرده است. آریانا سعید عاشقانه به کارهای هنریش میپردازد و اما ساله عاشقانه آهنگ‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش می‌سازد. آریانا سعید در کشور امریکا به دلیل نامعلوم زندانی شده است. این همه در حال است که آریانا سعید در امریکا نهاده برای دفاع از حقوق زنان ساخت. آریانا سعید همیشه در تمامی جهان صدایش را برای دفاع از حقوق زنان کشورش بلند می کند و می خواهد آزادی و استقلال دختران و زنان کشورش را دوباره به دست آورد. اما تا کنون آریانا سعید و حسیب درباره جزئیات این ماجرا ابراز نظر نکردند، ولی مدت دیر می شود آریانا سعید دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است که این کار آریانا سعید مورد نقد شدید علاقمندان و دوستداران صدایش در صفحات مجازی شده است. ولی آریانا سعید از جمله هنرمندان خوب کشور است که نامش با قلم زرین در هنر موسیقی افغانستان نوشته شده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.